بر اساس قانون نو عوف روز 6 ایول بیش از 1000 زندانی را از یک مؤسسه اصلاحی وزارت عدلیه در ناحیه یاوان رها کردند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود ساکنان زیادی برای پیشوازی نزدیکان آزاد شده خود رفتند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی روز دوشنبه از زندان نظامش عمومی رقم 3 در ناحیه یاوان 1120 نفر رها شده است. قانون درباره عوف روز 16 ایون از جانب امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا شد. بر اساس آن باید 18,000 کس از زندان یا از جوابگری جنایی آزاد شوند. از زمان قبول قانون این اولین رهایی دست جمعی محکوم شدگان از یک زندانی تاجیکستان است. اما قانون عوف نسبت به بعضی از سیاستمداران و مخالفان و فعالان زندانی تطبیق نخواهد شد. کسانی که در حبس ابد هستند یا با عیبنامه خیانت به دولت و جنایت‌های دیگری وزنی که خودشان و نزدیکانشان به اساس می‌دانند در زندان قرار دارند.